قرنها گذشت. داستان تمیم غبار افسانه گرفت. اما جهان بی آن که بداند در حال آماده شدن بود. نشانه ها یک به یک چون مهرهایی که میشکنند آشکار شدند. خشکسالی بزرگ آغاز شد، نه فقط در زمین که در قلب ها. دریاچه تبریه که دجال منتظر خشکیدنش بود به گودال گلی بدل شد. نخل های بیسان چون اسکلت های خشکیده در باد ایستادند. جهان در دود فرو رفت، دودی از جنگ های بی پایان، از آتش سوزی های عظیم زیست محیطی و دودی غلیظتر از دروغ که از صفحه های نمایش به مغزها تزریق می شد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر در کانال میراث لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. حقیقت گم شده ترین کالای جهان بود. سپس هرج و مرج فرا رسید. مردم یک دیگر را می کشتند بی آنکه بدانند چرا. اعتماد از میان خانواده ها رخت بربست. ترس حاکم مطلق شد. قحطی، نه فقط قحطی نان که قحطی معنا جهان را فرا گرفت. بشریت خسته و زخمی و گرسنه در آستانه فروپاشی کامل آماده بود تا در برابر هر کسی که وعده نجات میداد زانو بزند. در آن جزیره فراموش شده، در آن صومعه تاریک، صدای شکستن فلز سکوت 1000 ساله را در هم شکست. او آزاد شده بود. او از شرق، از حوالی اصفهان یا خراسان ظهور کرد. او شبیه هیولا نبود. او زیبا بود، کاریزماتیک، قدرتمند، با صدایی که قلبها را مسحور می کرد. تنها نقض آشکارش همان چشم معیوب بود، چشمی که نماده نگاه تکبودی او به جهان بود. او فقط ماده را می دید و می فهمید. او با وعده صلح و رفاه آمد. در روز اول ظهورش جهان در گیر قحطی بود. او به آسمان فرمان داد. ابرها که گوی قرنها عقیم بودند باریدند. بارانی سیلاسا. او به زمین خشکیده پا گذاشت. زمین سبز شد. گندم و میوه در لحظه رویدند. او بهشت خود را به همراه داشت. کوهی از نان، رودخانه‌ای از آب شیرین و انباری از تکنولوژی های پیشرفته و جهنم خود را آتشی سوزان و قحطی برای کسانی که او را نمیپذیرفتند. آزمون او آزمون شکم بود. او مردگان را زنده می کرد، البته نه واقعا. او شیاطین را به شکل مردگان در می آورد یا با تکنولوژی هایی که فراتر از تصور آن زمان بود توهمی کامل می ساخت. او بر سر قبر مردی می ایستاد، او را صدا می زد و موجودی شبیه به او بر می خواست و می گفت ای مردم به او ایمان بیاورید، او پروردگار شماست. سرعتش سرعت نور بود. 40 روز حکومت او کل زمین را در نوردید. او ادعای نبوت کرد، سپس ادعای پیامبری. انا ربکم الاعلی، من پروردگار برتر شمایم. جهان بجز اندکی در برابرش سجده کرد. بر پیشانی او کافر حک شده بود. اما این نوشته تنها با چشم دل خوانده میشد. کسانی که مسحور نان و تکنولوژی او شده بودند آن را نمیدیدند. آنها آن را نقض مادرزادی یا یک ویژگی منحصر به فرد می‌خواندند. او تمام جهان را فرا گرفت، تمام شهرها را جز 2 قلعه ایمان، مکه و مدینه. فرشتگان بر دروازه این 2 شهر شمشیر کشیده بودند و مانع ورودش می‌شدند. در حالی که دجال در اوج قدرت خود در حوالی شام و بیت المقدس مستقر شده بود و مؤمنان باقی مانده را در کوه‌ها و بیابان‌ها به شدیدترین شکل محاصره کرده بود، در تاریک‌ترین شب زمین نوری درخشید. در مکه، در کنار کعبه، میان رکن و مقام، مردی برخاست که جهان در انتظارش بود. او
مهدی علیه السلام بود، منجی موعود. او نه با معجزات بصری که با حقیقت آمد، او نه وعده نان که وعده عدالت داد. یاران اندک او 313 نفر است، گوشه و کنار جهان خود را به او رساندند. آنها گرسنه بودند اما قلبشان سرشار از یقین. خبر قیام مهدی علیه السلام به دجال رسید. خدای دروغین از ظهور رقیب حقیقی به خشم آمد. او تمام ارتش خود را، تمام آن میلیون ها انسانی که او را می پرستیدند، به سمت حجاز و سپس شام به حرکت درآورد. جنگ نهایی، جنگ حقیقت و فرید در شرف وقوع بود. دو سپاه در برابر هم قرار گرفتند. ارتش دجال کوهی از آهن و آتش و تکنولوژی بود. سپاه مهدی علیه السلام گروهی اندک با سلاح‌های ساده اما با ایمانی که کوه‌ها را جابجا می‌کرد. درست قبل از شروع نبرد، زمانی که مؤمنان برای نماز صبح آماده می‌شدند، آسمان شکافته شد. عیسی مسیح علیه السلام، مسیح حقیقی، فرود آمد. او به سمت مهدی علیه السلام رفت. مهدی به او تعارف کرد که امامت نماز را بر عهده بگیرد، اما عیسی علیه السلام دست بر شانه مهدی گذاشت و گفت این نماز برای تو برپا شده است، تو امام باش. و عیسی علیه السلام پیامبر اولوالعزم در پشت سر مهدی موعود به نماز ایستاد. این صحنه بزرگترین سلاح دجال را از کار انداخت: مشروعیت. دجال ادعای مسیحی بودن داشت، اکنون مسیح حقیقی به عنوان سرباز در سپاه دشمن او ایستاده بود. دجال با دیدن این صحنه لرزید. تفهم او شروع به ترک خوردن کرد. او که خود را خدا میپنداشت اکنون با دو حقیقت محض روبرو بود: مهدی علیه السلام و عیسی علیه السلام. جنگ آغاز شد. سپاه دجال با وجود برتری عددی در برابر سپاه حق چون برگ خزان میریخت. وحشتی الهی بر دل آنها افتاد. دجال که میدید تمام قدرتش در حال ذوب شدن است، همانطور که روایات گفته بودند، چون نمک در آب باب فرار گذاشت. او به سمت شرق گریخت، به سمت باب لوط. اما مهدی علیه السلام و یارانش سریع‌تر بودند. در آنجا در دروازه لوط دجال به دام افتاد. او دیگر آن خدای پر جذبه نبود. او همان زندانی یک چشم، وحشت زده و شکست خورده جزیره بود. مهدی موعود در برابر او ایستاد. دجال فریاد زد، تلاش کرد که از آخرین توهماتش استفاده کند، اما در برابر نور حقیقت هیچ نداشت. مهدی علیه السلام شمشیر خود ذوالفقار را بلند کرد. با یک فریاد الله اکبر شمشیر فرود آمد. این ضربه فقط بر جسم دجال نبود، این ضربه بر پیکره تمام دروغ‌ها، تمام فریب‌ها و تمام ظلمی بود که تاریخ به خود دیده بود. بدن دجال نه چون انسان که چون سایه‌ای غلیظ در نور حقیقت متلاشی شد و در هوا محو گشت. با مرگ او تمام جادوها و تکنولوژی‌های فریبندش از کار افتاد. ارتش او تسلیم شد. آسمان صاف شد و برای اولین بار پس از قرنها جهان طعم عدالت را چشید. عصر حکومت نور به رهبری مهدی علیه السلام آغاز شد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر در کانال میراث لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.